بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله. برادران، دیروز یکی از برادرای ما به نام اسپیگل که در چوک دیمزنگ خود به آتش زده بود و در رسانه ها بسیار صحبت ها شد که ای از گشنگی مرده، از فقر مرده، از بیچارگی مرده و اینمی حکومت اسلامی آمد و طالب آمد و دیگه گپا کلش دروغ است، گپا هیچ حقیقت نداره. اینی پدرش است، پدرش است و اینمی کلی هم خبر داره که تکلیف اصحاب باش. یک چیزی کم 2 سال میشه که بیادر نه گوش نبود، نه توش نبود، نه بیادر دیگه بود، نه اینمی تکلیف اصحاب بود. بیادر اینمی تو کار کرد، نه بیادر کسی ظلم سرش کرد که طالبا که ما کمک کرد. مرده ما را در خانه ورد، بیادر زخمی ما را برد شفاخانه، بسیار کمک کرد، از پیش خوش داشتیم. خداوند متعال دشمنای اسلام خداوند متعال نابود بگردانه. کسی که امروز توطئه های بسیار نادرست و ناپسند میکنه و اینا همش دروغ است، دیگه خداوند توفیق نصیب کل ما بکنه. جزاکم الله.